به نام پروردگار بی‌نیاز، به نام مخلوقات خوب. سلام هموطنان بسیار عزیز و ناظرین دوست داشتنی. و برای ما بسیار امروز یک روز پر از غم و غصه هست. خودم در بستر بیماری، استادم امروز دنیای فانی را ودا گفت. دوستای عزیز، انسان انسانیت کار داره. اسلامیت با ما مربوط نیست که از کدام مذهب هستین، از کدام دین هستین، و محبت شما برای ما ارزش داره. امروز در منظره دقات ما نیست، اما محبت هایی که بر ما کرده و به اندازه حتی پدر ما او محبت ها را برای ما نداده بود که برای ما درمندر داد، فامیل درمندر داد. و ما بدبخت ایجا مهاجر هستم، مهاجر. حتی نمیتونم که ویزا بگیرم برو در سر جنازه استاد خود. برای ما بسیار بدبختی است. ملت درست است سر ما چیکارا نکردن، اما خب درد ما و درد ملت هندوستان یکی است. درست است ما افغان هستم، اما افغان غیرت و پاس نمک، پاس نیکی را باید بفهمد. امروز ما در کشور جرمنی استیم، باید خدمت کنیم برای کشور جرمنی. و خاطر که نان و نمکش میخوریم، پاس اقلا یک گلاس چای. شما کدام غیرت یا افغانستان هستین؟ غیرت در مردانگی و شجاعت و همون اسلامی آدم می باشه. و ما به اندازه درد دارم. همین لحظه از پیش دکتر آمدم، شاید دیده باشین حالم خوب نیست و از خداوند التماس دعا میکنم که درمانده را، خب مربوط به پروردگار است، چیزی که رضای خدا باشه خداوند میفهمه. خداوند ببخششه. و از طرف سینمای افغانستان صبر جمیل بر فامیل درمندر، باب دیول، سینی دیول و تمام سینمای هندوستان تسلیت عرض میکنم. روی شاد باشه، خداوند بیامرزشه. شما زنده باشین. موفق. تشکر. نوکر خدمتگارتان سلیم شاهین. میشمیرا تسلیت عرض میکنم برادر عزیزم، بر خودت خاص. تشکر.